اینا کجان؟ خدایی دارم چی کار میکنم؟ این دفعه تنتو نمیفروشی، روحتو میفروشی. خیانت میکنی، اون عوضی رو بازی میندازیش تو مشتی. منو ببخش قدیر، ببخش. خلیل اومده؟ سلطان! سلطان! سلطان زن! کجایی؟ چرا داد میزنی ناصر؟ خونه رو گذاشتی روی سرت. سلطان نیست، فرستادمش پیش خیاط چند تا لباس واسه خودش بدوزه. خیاط؟ آها. زنمو ببین، تو نمیتونی زنه با حیا و عزیز منو بدون اجازه من جایی بفرستی. این یک. ناصر ببین، سلطان دختر منم هست، دختر خواهرم، یادته؟ من میدونم چی کار کنم، به من درس نده. نه اینکه خیلی به فکر زنتی حرفم میزنی. این موضوع رو کشش ندیم، بحثمون میشه. حرف منه. من میخواستم در مورد موضوع دیگه ای باهات حرف بزنم. برو رد کارت. من چه حرفی دارم با تو بزنم ها؟ میدونی این نامه چیه؟ من از کجا بدونم اون چیه؟ بگیر بخون. این همه سال منو واسه این که خاطرخواه زیلان شدم تحقیر کردی. آها. گفتی چطور میتونی دختر قاتل کاملو بخوای. خب بعدش روزی که میخواستم فراریش بدم برام تله گذاشتی. ببین منو ناصر، ما برات تله نذاشتیم. هر غلطی کردی خودت کردی که افتادی حبس. الکی حرف نزن، تن اون بیچاره‌رم توی گور نلرزون. وقتی خاطرخواه زیلان شدی از چشمم افتادی. آره افتادی. افتادم آره. این نامه رو بخون، بعد ببینیم کی از چشت میافته. برو اونور، من خوندن نوشتم بلدم. راست میگی، پس بذار من برات بخونم. این نامه نشون میده کی کاملو کشته. 20 سال یکی دیگه بی خودی تو زندونه. محمود بیچاره. توش نوشته کاملو من نکشتم. عمر بزبی اونو کشته. ناصر، من به جای اون 20 ساله که توی زندونم. آها، حالا زنده داشت. تو دختر خودتو با دستای خودت فرستادی تو بغل قاتل. فرستادی. پسر تو خلیل آبجی خودشو داد به قاتل برادرش. داد. ناصر چی داری میگی؟ والا من چیزی نمیگم.
مرا با محمود میگه. مریضه، نخواسته با این راز از دنیا بره. نوشته فرستاده. من برم یکم استراحت کنم. جیلان داری میری؟ آره، انگار آقا قدیر نمیاد. کار برام پیش اومده، بعدا سر میزنم. بگم اومدی منتظرش بودی؟ نه نگو. حالا عصبانی میشه چرا منتظر نموند. جیلان نرفتی؟ نرفتم. به خدا خوب کردی. میخواستم بگم اومدم تو رو ببینم، چون میشه برگردم هتل سر کارم؟ معلومه که میشه، هر وقت که بخوای. پس الان میشه شروع کنم؟ وایسا یه فرار نکن. بیا بریم حرف بزنیم، چایی بخوریم، هوا بخوریم. ها نمیشه؟ ای وای. بریم. اینو ببین تو رو خدا، فرداشته دختره رو آورده هتل. حالا من برم به خان بگم تو رو خدا بیا و به این زیلان رحم کن. الکی اومدی، مجبوره الکی. حالا دست از پا دراستر بر کرد. تو هم مثل مترسکا وایستادی و نگاه کردی. آره رستم؟ آره؟ به جای تا یه سگ نگهبان بیارم بذارم اینجا بیشتر به دردم میخوره. مردک بیارزه. مگه میشه نگم خان؟ اما ناصر خانو نمیشناسی، گوش نکرد، شمارم پیدا نکردم. نباید بگی رستم، باید پارس کنی. نترسیدن باید گاز بگیری. میفهم یا نه؟ پس برام حکم بریده عوضی. منم الان حکمشو میدم. اسلحه رو تو ماشین جا گذاشتم. اسلحه تو بده ببینم. همه چی طبق آداب و رسوم انجام میشه. میگین خواسته بزبیا بوده. پسره رو مناسب دخترشون دیدن. امینه، به همه زنگ بزن، یواش یواش خبرش پخش شه. فرار مرار در کار نبوده، تهمت زدن. دخترم، تو هم قیافتو درست کن. از دوستاتم کسی موضوع رو فهمیده؟ خوبه، بهتر شد. کسی نباید جریانو بفهمه. باید همه فکر کنن تصمیم بزبیا بوده. تو هم همینو بگو. قریشا، آی قریشا، قریشا،
مادر چی شده؟ بگو قریشا بیاد. مگه چی شده مادر جون؟ بودا چی شده فیدان؟ مثل طلبکارا اومدی در خونه. وقتش راستشو به هم بگی قریشا. کامل و عمر زده. راسته؟ پسرم هنوز کفنش خشک نشده. راحتش بذار فیدان. گناه داره پشت سر مرده بهش افترا ببندی. راسته یا نه به هم بگو. 20 ساله که گولمون زدین. آره؟ ها؟ فیدان، نه تو این حرفو زدی نه من شنیدم. جگر منم سوخته. دیگه چی از من میخوای؟ حساب قسم دروغتو باید پس بدی. اگه راست باشه، اگه کامل و عمر زده باشه، باید تقاصشو بدین. آشتی تموم شد. همه چی تموم شد. فیدان، پشت سر مرده هامون حرف نزن. بچه هامونو راحت بذار تو آرامش بخوابن. ببین، برا دوتامون یه پسر مونده. فردا پس فردا دجله عقد قدیر میشه. وایسا همینجا قریشا، وایسا. خلیل اصل قضیه رو در میاره. قسم میخورم دخترمو میبرم. تو هم دنبال راه چاره باش واسه خودت. بیا. مادر، حرفای مادرم درسته؟ داداشم و عمر زده؟ دجله، تو رو خدا دیگه تو شروع نکن. معلومه که تهمته. دجله، اگه فقط یه ذره دوستم داری، ازت یه خواهشی دارم. هرچی زودتر با قدیر عقد کنین. تو هم خودتو کمی جمع و جور کن. به خاطر من، به خاطر داداشت، به خاطر عمر فداکاری کن. ببین، مادرت میخواد آشتی رو به هم بزنه. پسرمو خاک کردم. هنوز نفرت و کینش تموم نشده. تو واسه تموم شدن خونریزی عروس این خونواده شدی. هر کاری لازمه بکن. چشم مادر. بابا اینو ببین. کجایی دختر؟ رفته بودم خیاطی. خیاطی؟ پسرم تو برو پایین بازی کن. برو. ببین منو، بدون اجازه من پا از این خونه بیرون نمیذاری، وگرنه قلم پاتو میشکنم. باشه ناصر، عصبانی نشو. ننه فیدان گفت. به فیدان و خلیل دیگه اعتماد نمی کنی. از فردا حرف اونا توی این خونه دیگه هیچ اعتباری نداره. ناصر، ننه فیدان مثل مادرم میمونه. خالمه.
تو حبس بودی به همون خوبی کرده، باهاشون بدتا نکن باشه؟ خدا قهرش میاد. الله اکبر. خدا وقتی قهرش منو گرفت که زن احمقی مثل تو گیره من اومد. گریه کن، فقط بلدی گریه کنی. خستم کردی. این چه وضعشه؟ این چه وضعشه؟ ناصر! آها، پسرم هم از گردش اومد. خوش اومدی پسرمو. تو کی هستی که بخوای آدم جمع کنی و حکم بدی؟ کی هستی عوضی؟ حالا من حکم تو رو میدم. پسرمو، من قاتل داداشتو پیدا کردم. برای همین میخوای جونمو بگیری؟ واسه اینکه بی شرفی میخوام جونتو بگیرم. مان به دست و پات میافتم، رحم کن بهمون. به جون زن و بچه دعا کن. باید رو سرت بذاریشون، وگرنه همینجا چالت میکردم. بخوای پاتو از گلیمت دراز سر کنی، هم تو هم کسایی که حرفتو گوش کردن داغون میکنم. جایگاه تو بدون، لطفمو فراموش نکن. به تمرگ سر جات، وگرنه نفستو میبرم پسرمو. حالا گم شو، برو. ببینیم کی نفس اون یکی رو میبره. میبینیم. دیگه نر. دیار نجات پیدا کرد، اما به خدا کار من تمومه. اگه امیرعلی بیاد تو این خونه کار من دیگه تمومه. ای بابا چه اگه ای دجله اومده دیگه. فکر کن الان میخوایم چی کار کنیم. تو باید بری با قریش رو حرف بزنی. من چی برم بگم؟ میگی اون موقع امیرعلی بهم تجاوز کرده. تو کلانتری هم اسنادش هست. بگو دیار اینجوری بدبخت میشه. بمیرم هم نمی کنم. باید بکنی، به خاطر من، خودت، دیار باید بکنی. تو روستای دامادم خانم آقا. قدیر خان دستور داده ننه باباشو وردارم بیارم. باشه، تا کار به سرانجام نرسیده بالای سرش باشین. یکی هم بذارین مراقبش باشه. رو چشم خانم آقا. درد سر که یکی دوتا نیست جلیل. یکی هم باید حواسش به محمود باشه. همش میشینه چرت و پرت میگه. گفته من کاملو نکشتم، عمر اونو کشته، اون وقت انداختنش گردن من. این حرفا هم به گوش پهلوانی ها رسیده. به آدمت بگو صداشو ببره. رو چشم خانم آقا، نگران نباش.
را بیافتین بریم. یادتون نره چی گفتم. جون پسرتون رو بخشیدیم، اما اگه لب باز کنین حسابتون رسیده است. ببین بسه، فهمیدیم دیگه. تو هم خودت نوکر بزبیا هستی دیگه. از امروز هم منم میشم دامادشون، پدر مادرم هم میشن فامیلشون. واسه همین حواست باشه چی میگی. خان واسه این که دلش نیومده به عقد رضا داد. همه باید دهنشونو ببندن، اما اگه زبون درازی کنی فوقش دخترشون بیوه میشه. فهمیدی پسر؟ من راه نجاتی ندارم بی‌ناز. زن قدیر میشم، تو این خونه میمونم. اما تو مجبوری به قریش را بگی امین علی متجاوزه، دخترشون تو خطره. بابا آخه دختره از مرگ برگشته، میاد به حرف من گوش کنه؟ من بدبخت میشم به خدا، نمیتونم. زن داداش، تو میدونستی ما با هم رابطه داریم؟ مگه نمیدونستی زن داداش ها؟ وقتی اون منو دزدید من بهت پیام دادم، ندیدیش زن داداش؟ میدونم عزیزم، میدونم، اما تا من پیامتو ببینم و بخوام بیام داداشت پیدات کرده بود. گریه نکن عزیزم، جونتو بخشیدن. زن داداش، به من به زور بذار عقد کنی. دهن همه که بسته شد، شاید داداشت حساب اون بی‌ناموسو برسه. چه اهمیتی داره؟ زندگی من تموم شد. میخواستم برم دانشگاه پیش داداشم استانبول، اما دیگه تموم شد. حالا نه داداشم هست نه آرزوها. منم دیگه نیستم. گفتی بیا جشن بگیریم، قیافه گرفتی برام، ماشاءالله. خیره؟ تو لذت نباید اسراف کرد زیلان. واسه تو نگهش داشتم. چه خوبم بلده دل به دست بیاره. ببینم مگه تو قسم نخوردی مراقب بابام باشی؟ خب معلومه به گوش بزبیا میرسه. بابا نگران نباش تو. باشه، ولی حالا گوش کن ببین بهت چی میخوام بگم. ناصر، این پسر عموت، همون خلیلتون، اونو دارم میگم. اون یه دوست دختر خواننده داره. وای. آره آقا ناصر، تازه این خواننده یه دخترم داره از خلیل. بله، تازه دخترم مثل ننش یه دختر خرابه. میشنوید چی میگم؟ میگم ببخشیده، وقتی همه اینا رو بشه اون وقت کی میخواد بیاد واسه دستبوسی خلیل؟ زیلان، ها، تو اومدی اینجا داری حرفای خاله زنکی به من میزنی؟ ای بابا، دارم میگم خلیل یه بچه نامشروع داره، اونم از یه زن خراب. دیگه باید بهت چی بگم ناصر؟ زیلان، قدیر شوهرته، اما فکر و دلت باهاش نیست. وگرنه چرا پاشی بیا اینجا؟ والا تو دل من
همیشه تو بودی ناصر جان، همیشه تو بودی به خدا. تو فقط بذار قدیر آروم بشه، اون وقت میبینی نوبت ما میرسه ناصر. یعنی اگه قدیر اینجا جون بکنه بمیره بر نمیگردی نگاش کنی نه؟ ببین ناصر چی میگم، من فقط دارم دعا میکنم نوبت ما برسه، فقط همین. نوبت ما رسیده زیلان. دیوونه داری چی کار میکنی؟ من اینجا. خدا ناصر، صبر شو ناصر الان نمیشه، اوضاع خونه به هم ریخته است، اوضاع خرابه، میفهمی؟ دیا رو پیدا کردن، دارن بند و بساط عروسی رو میندازن، تازه منم به زور فرار کردم. میشه واسه من این اداها رو در نیاری؟ فقط یکم صبر کن ناصر. ببین عزیزم، ما یه شب طولانی میخوایم. مگه تو نمیخوای حسابی خوش بگذرونی؟ آره مگه نمیخوای؟ ناصر فقط یکم صبر کن عزیزم. راست میگی، یه شب طولانی. هر وقت که وقتش رسید، هر وقت که مناسب بود خودم خبرت میکنم، تو هم بادا میای. حالا نمیدونم امروز میشه فردا میشه، معلوم نیست. تو فقط یه چند روزی به هم مهلت بده ناصر جون. وقتی اوضاع خونه رو برا بشه میام پیشت، باور کن بهت قول میدم. فقط بذار شرایط مهیا بشه. تو هم که الان حسابی سرت شلوغه مگه نه؟ ببین یکم به کار و زندگیت برس باشه. منم که بهت گفتم خلیل یه بچه نامشروع داره، اونم از یه زن خراب. زیلان یادت باشه با من چونه نزن. من چونه زنی رو دوست ندارم. برو حالا که تو خونه کار داری برو. آره دیرم شده، باید برم دیگه. ببین ولی حرف توی ناصر جون، باور کن. خداحافظ. پس میخوای که صفت کاری شوهرتو من تمیز کنم؟ آره؟ چقدر باهوشی زیلان. منم مرد نیستم اگه حساب شوهرتو نرسم. خیلی از دست عصبانی بودم، واقعا میگم. گفتم من حرف دلمو بهش زدم، چطوری میتونه ول کنه بره؟ خوب شد که نرفتی. ببین جیلان، قول من قوله، اما فعلا دردسر بزرگی دارم، خیلی بزرگ. کسی نمیتونه از پسش بر بیاد، باید خودم حلش کنم. میدونم میخندی اما دلت خونه، میدونم به خاطر مادرته، ولی پیداش میکنم، برات میارمش، چیزی نمونده. جیلان گریه نکن گلم. تو ناراحت نباش، من مادرتو پیدا میکنم. باشه معذرت میخوام. معذرت خواهی نکن، ولی ناراحت نباش. طاقت ندارم ناراحتی تو ببینم. تو چه مشکلی داری؟ همش تو به مشکلت من رسیدگی کردی. یه بارم من شنونده باشم. مشکل من گفتنی نیست. چطوری بگم؟
نمیدونم چطوری بگم. دیدی وقتی یه کسی که خیلی برات با ارزش یه اشتباه بزرگ میکنه، اونقدر که نمیتونی هضمش کنی، دلت میخواد ببخشیش ولی راهی نداره. میگی فراموشش کنم بره، ولی نمیشه. اگه بخوایم فراموش کنی نمیتونی. من از این زندگی تو دنیای به این بزرگی یه چیز خوب فهمیدم. کسی که از همه بیشتر دوستش داری دلتو میسوزونه. کسی که برات با ارزش ترینه و همه جوره مراقبشی، یهو میبینی خودشو انداخته زیر پا. ای بابا، تو چرا گریه میکنی جیلان؟ جیلان خوبی؟ نه خوب نیستم. تو رو خدا بری. مادر، توی دختر خیر باشه. ای بابا حالا نوبت توی بازپرسی کنی مادر. اصلا حوصله ندارم، سر به سرم نذار. مادر تو نمیام، فقط میخوام همینجا بشینم باهات صحبت کنم. بیا بشین. باز چی شده دختر؟ رنگ و رود مثل گچه. دختر نکنه دختر بلایی سر بابات اومده. نه مادر چی داری میگی؟ نه گوش کن ببین دارم چی میگم. رفته بودم دیدن ناصر. وای داری دیوونه بازی در میاری دوباره. زیلان به خدای بلایی سرمون میاد. حالا که دست گل به آب دادی حداقل خودتو بکش کنار. مثل مرغ پرکنده هی داری میری دورش میچرخی. کاریه که شده اینقدر بهم گیر نده مامان جون. بهش بگو مواظب بابات باشه. قسم خورده مواظب بابام باشه. تو نمیخواد قصه بخوری مامان. اون قریشا اگه بفهمه ما هم تو این کار دست داشتیم فاتحمون خونده است. اگه یه وقت زنده‌ام بمونیم محتاج یه لقمه نون میشیم آخرش. خدا اون روزا نیاره. چی میشه تو یه بار حرف خوب بزنی مامان جون؟ چی میشه اینقدر بدبین نباشی ها؟ باشه به جای اینکه من خودمو بخورم بگم تو خودخوری بکن. بگو ببینم. من امروز رفتم هتل پیش قدیر یکم حرف بزنم. رفتی هتل؟ آره. چی میخواستی به قدیر بگی مامان؟ گفتم خوشقلبه، شاید اگه یکم براش گردن کج کنم و گریه زاری کنم شاید ببخشه. یعنی فکر کردم تو هم دیگه دست از کمک گرفتن از ناصر بر میداری. خب چی گفت؟ گفت باشه؟ آره گفت. حرف نزدم. چرا؟ دختر سیاه‌سوخته رو آورده بود هتل. تو هم راحت بگیر بخواب. دست تو دست هم بودن. دست تو دست؟ آره. جلوی چشم همه دختره رو سوار کرد و با هم دیگه رفت. منم اونجا همینجور دست از پا درازتر موندم و خوشگم زد. فهمیدم چی میخوای بگی. سلام علیکم. علیک سلام. سلام علیکم. علیک سلام.
جیلان، حالا که برگشتی سر کار اینجا نمون، پاشو بیا هتل. نه ممنون، بعضی وقت لیلا میاد پیشم. باشه، پس هر طور که خودت میخوای. جیلان، انگار یه چیزی ازم مخفی میکنی. نه، چی مثلا؟ فقط ناراحتم. چه میدونم، یه چیزی که ناراحتت کرده باشه یا اذیتت بکنه ها؟ من خب بگو جیلان، به هم بگو. من فقط ازت عذر میخوام، منو ببخش. جیلان، خودتو مقصر ندون، نه خودتو ناراحت کن نه منو، شنیدی؟ بله مادر. منو ببخش، تو رو خدا منو ببخش، مجبورم، به خاطر مادرم مجبورم. باشه مادر، الان میام. جیلان، من باید برم خونه، اگه چیزی شد به خودم زنگ بزن، نترس، باشه؟ مراقب خودت باش، هر وقت بخوای من میام، باشه؟